امانه. وقتی نماینده یزید با خبر شد یزید فرستاد این نماینده‌اشو به سمت مدینه، زدن مردم مدینه رو لت و پار کردن. اومد نماینده یزید پیش حالا اون حاکم مدینه یا مروان ابن حکم، گفت که این سجاد کجاست، این علی ابن حسین کجاست. میخواستن امام رو هم به شهادت برسونن. حالا تازه خون حسین ابن علی خوش نشده، میخوان بعد حسین ابن علی باز یه قتل دیگه در واقع در فضای جامعه اسلامی وجود بیاد. یه مرتبه مروان گفت که آقا ما 6 ماه امام سجاد یا حسین علی ابن حسین خارج از مدینه داره زندگی میکنه. نماینده یزید گفت شاهد داری؟ گفت آقا بله، ناموس ما همه پیش امام سجاده. تو هیچ فعالیت سیاسی امام شرکت نکرد. چرا؟ چون وضع خراب بود. وضع خراب بود. مردم هیچ گونه اعتمادی نداشتن. هیچ گونه مقبولیت امام در بین مردم نداشت. یکی دیگه از کارهایی که امام سجاد کرد این بود. امام سجاد اومد بساط گریه رو تو مدینه راه انداخت. 25 سال این گریه رو پا نگه داشت. یه طوری شد که دیگه مردم مدینه به ستون اومدن، رفتن به امام سجاد گفتن آقا اگر طلاق میدونی یه جوری خلاصه این جلسات جمعش کن، ما دیگه ذله شدیم. 25 سال مظلومیت حسین ابن علی رو داد زد. یه نفر اومد پیش امام سجاد گفت آقا پدر شما رعایت نکرد، ای کاش با حکومت کنار میومد. خودش به شهادت نمیرسید، شما هم آواره نمیشدید، توی شهر الان بی اعتبار نمیشدید. امام فرمودن که راستی راستی داری از روی اعتقادی حرف میزنی؟ گفت بله آقا من اعتقادم اینه، پدر شما اشتباه کرد. امام فرمودن خب صبر بده ظهر بشه، ببین صدایی که توی این شهر میپیچه چه صدایی. ظهر که شد صدای اذان پیچید. حضرت فرمودن صدای اذانه درسته؟ گفت آقا بله صدای اذانه. حضرت فرمودن اذان رو برای چی میگن؟ گفت آقا برای نماز میگن دیگه. حضرت فرمودن پس نماز هست دیگه درسته؟ گفت بله آقا. حضرت فرمودن نماز مگه ستون دین نیست؟ گفت بله آقا. تو پرانتز بگم بچه ایتی که نماز نمیخونه چه امام حسین قبول داشتنیه؟ خدایش امام حسین قبول داشتنیه. امام حسین سر نماز 2 تا شهید داده. بعد بچه یتیم هم یه زنجیرشو میزنه، سینه زنی هم میکنه، گریه هم میکنه، تو جلسه امام حسین هم شرکت میکنه. سالی به 12 ماه تو مسجد پیداش نمیشه. حاجی ما فرادا میخونیم. آقا اصل نماز به جماعتش قربونت برم الهی. تو با نماز فرادا داری زندگی فردی یاد میگیری، خودت و خودتی. بعد بهت میگن فلان مشکل وجود داره، میگی به من چه؟ میگی فلان طوره، میگی به تو چه؟ این به من چه و به تو چه ها نتیجه نماز خوندن فراداست. یکی آقا شوخی میکرد انشاءالله. واجا نماز جماعت توی دین نیومده، نماز فرادا اتفاقا اومده. خودت بخون تنها. گفتم چطور؟ گفت که قرآن میگه این الصلاة تنها، نماز رو تنها بخون، نگفته به جماعت بخون. راستی نماز اگه بخواد خونده بشه به جماعت باید خونده بشه، به فرادا باید خونده بشه. اصل نماز به جماعتشه. خب حیف نیست این مسجد اینجا قریب باشه. خانم شما که ناموسای من هستید، برادران شما که بزرگوارای تو این محل هست، تاج سر بنده هستید. خداییش من از اهل این محلم دیگه، من اهل این آب و خاکم. این مسجد چرا باید خالی باشه؟ مردم ما چشون شده؟ چی شده؟ دهه محرم پیدامون میشه، کل سال قائبی. غیبت صغراست، غیبت کبراست. همه به امام زمان گفتیم دست خوش آقا، ما شبیه تو شدیم، فدات بشم. شما غیبت داریم، ما غیبت داریم. اما غیبت تو کجا؟ غیبت ما کجا؟ گفت میان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان است. به قول آقای سبحانی خدا حفظشون کنه، استاد عزیزمون فرمودن شکره. ایشون شکر رو میخوند شکر مازندران، شکر هندوستان، این کجا و آن کجا؟ هر دو شیرینن، اما این کجا و آن کجا؟ آقا ما هم غیبت داریم میکنیم، فدات میشم شما پس پرده غیبت هستی، اما این غیبت کجا؟ اون غیبت کجا؟ این غیبت یعنی من برای توی صاحب الزمان هیچ قدمی نمیخوام بردارم. خب ما یه قدمی برداریم برای حضرت. حاج ما چی کار بکنیم؟ این جماعتمون جمعمون رو جمع کنیم. حاج ما گرفتار هستیم، کار داریم. و بعد بعضی از رفقا دارم صحبت میکنم، یا آقا نیستی.
برادر من نیستیم. آقا والا به خدا قسم تو 8-9 شب ما گرفتاریم. آقا یه روز، 2 روز، یه هفته، 2 هفته، حداقل تو ما یه دفعه پیدات بشه. حاجی آقا نماز جماعت میخواد شلوغ بشه. آقا نماز جماعت اصلا من به درک، من که مهم نیستم. این مسجد نباید خراب بشه. این مسجد به ساختمانش تنها نیست. این مسجد توش آدم باید باشه، جماعت توش باید باشه. توی این مسجد باید مسائل محل حل و فصل بشه. این مسجد باید پایگاه بشه برای رسیدگی به امور محل. این مسجد باید خطه باشه. این مسجد باید مطالبه گر باشه. آقا شما بگو ما هستیم. والا یه ساله داریم میگیم کسی نیست. حاجی خسته شدی. والا اونی که به من گفته برو 10 سال این کار رو انجام بده، بار اینا رو بردار. خدا حفظ کنه های جاودانه. من استادم اصلا تو جاودانه. مستقیما دستور به من داده آقا جون بلند شو بری بیلزرد یه دهستان با 11 تا روستا، بارشون رو 10 سال بردار. یه سال شما با سلی گذشته. حاجی خسته شدی. من غلط بکنم خسته بشم. من تا زمانی که دستور اوشون هنوز باقیه باید بلندشم بیام. بدبختی هم دارم میکشم. بهشم میگم آقا نگاه کن هنوز به خط نشدم، هنوز نتونستی این کار جدی بکنیم. آقا میگه نگاه کن برو تا میتونی تحملشون. بیچاره بدبخت من اصلا ما باید همچون تحمل کنم. چی رو تحمل کنم؟ وضعیت بیخیالی رو. مردم میگن نیاز داریم آقا باید این اتفاقات بیفته تو محل. والا انگیزه که نیست، حساسیت هم که نیست. عزیزم شما ببین مبارزه‌گر هم مردم نیستن. مبارزه‌گر شدن مردم یکیش میتونه این باشه مطالبه کنن. مطالبه رو تو خفا میکنن، در گوشی حرف میزنن. آقا ما تعارف داریم. مثلا پسر خالمون، پسر عمامون، کیکمون مثلا مسئوله. آقا یه خورده از این تعصب قومی و جاهلیتی دست بردار. خواهر من مرد زمانی که مردم به خاطر قوم و خویش بازی حرفشون رو نزنن. هر جامعه‌ای که قوم و خویش بازی در آورد خراب شد. ایشون تا دیروز پسر خاله من بوده، امروز مسئول شده، وظیفه‌ش جواب بده، وظیفه‌ش پیگیری کنه. اگه پیگیری کرده به نتیجه نرسیده وظیفه‌ش بیاد به اطلاع مردم برسونه. من چجوری یه مرتبه مثلا عزیزی میاد به من میگه دیگه من به تناسب طلبه بودنمه دیگه، میگه آقا رفتم پیگیری کردم با فلان مسئول بزرگوار صحبت کردم، بنا شده فرداش پیگیر مسئله باشه. 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار تماس گرفتم آقا گوشیش زنگ میخوره جواب منو نمیده. بابا مسئول من باید بدونه کسی که تلفن بهش میزنه مثل آدمی که پشت در منتظره. شما در خونتون زنگ خونتون رو بزنن هم تو خونه میشینی میگی که حالا ولش کن. بابا پشت در یه نفر منتظر کارت داره. یا مسئول نمیشدی یا اگه مسئول شدی وظیفت جواب بدی. حاج آقا چقدر بگیم وظیفت قربونت برم الهی. حاج آقا دیگه بریدیم قربونت برم. از روز اول 3500 نفر آدم گفتن مسئول ما باشو، جوابگو باشو، پیگیر باشو. وکیل ما هستی، وظیفت بگیری کنی. به نتیجه رسیدی اعلام کن، به نتیجه نرسیدی اعلام کن. یه جوری نشه مردم تو برزخ گرفتار بشن. برزخون بینهما، یه تعبیر برزخی پیدا کنن مردم ندونن کار شده، کار انجام شده، کار انجام نشده، پیگیر هستن نیستن، به چه نتیجه رسیدن. نیاز خیلی مسئله مهمه. آقای بیات اگر یه جامعه نیاز داشته باشه خیلی اتفاقا میفته. به نظر من اگر توی بیلزرد ما نیاز مردم به آبادانی محل باشه این شرایط زود جمع میشه. راستش هم به شما بگم من نه دنبال آقاییم، نه به دنبال پستم، نه به دنبال اعتبارم. برخی از بزرگواران میترسن، نمیدونم برای چی میترسن. میگن نگاه کن این حرفش نوکریه. نوکر مردم شدن سخت. اینم یه خورده سرش سر پرشوریه. به خاطر عمامشه، به خاطر سوادش که من سوادی ندارم، به خاطر تجربهش از ما که ماها رو میشناسه. این خطرناکه ما به این نزدیک نشیم. مردم هم که قربونشون برم، مردم هم خلاصه یه حرفی رو میزنن راه میکنن میرن 600 سال بعد برمیگردن میگن که خب آقا چی شد؟ ما شما که نبودید قربونتون برم.
تا نیاز نباشه مسئله محل حل نمیشه. خدا انشاءالله به حق محمد و آل محمد به ما کمک بکنه بتونیم اهل نیاز برای تغییر وضعیت موجودمون بدیم. انشاءالله به همین زودی ها وضعیت محل ما و وضعیت